این روزا قیمت یه شیشه مایونز رو دیدی؟ بیا با هزینه کمتر با یه دونه تخم مرغ توی خونه زیر 1 دقیقه با هم درستش کنیم. یه تخم مرغ که همدمای محیط شده رو توی ظرفمون میشکنیم. آب لیمو، سرکه، نمک، فلفل، شکر. مقدار دقیق مواد رو توی کپشن برات نوشتم. برای عطر و طعم بهترم یه قاشق چای خالی پودر سیر اضافه میکنیم بهش. همه مواد رو با میکسر، بلندر یا گوشتکوب برقی میزنید تا به این بافت برسه. وقتی به این بافت رسید، نصف لیوان روغن رو کم کم و آروم به موادتون اضافه میکنید. وقتی شروع کرد به سفت شدن، بقیه روغن رو بهش اضافه میکنید. من اینجا از روغن کنجد استفاده کردم. شما میتونید از روغن زیتون یا روغن مایع هم استفاده بکنید. وقتی به این بافت رسید، سس مایونز شما آماده است. داخل هر ظرفی که دوست دارید منتقلش کنید و به مدت 1 هفته داخل یخچال میتونید نگهش دارید. نوش جان.